مسئله دوم که مربوط به عرصه داخلی است، این مسئله اختلاس حدود 3000 میلیارد تومان، اختلاسی که در تاریخ اقتصاد کشور و در تاریخ سیستم بانکی بی سابقه است. تکی لا تزن بدیدا مرگ وسته به دو سدنجا چه بیرو فرسا فرچی باره بسته فرسید لا من در اینجا 4 نکته یادداشت کردم، محضر شما عرض کنم. نکته اول این است که به جد تقدیر میکنیم، تشکر میکنیم از مسئولان محترمی که میگویند ما این فساد رو کشف کردیم. باریکالله. معلوم میشه که شما در برابر فساد اقتصادی حساسیت دارید. تکی لا جسته بندا مرگ سدنجا ریت بازا بدل فیری بابا جان بزن شورتمونو بزنیم بابا، این عجب گیری کردیم. چیزی نگفت که حالا سپاس گزاردنی هست ابلاغ کردند که در صورتی که جرم اثبات شد اشد مجازات برای مجرمان در نظر بگیرید. تکی الاف کردیم ها را از نیمه شب تا حالا مرگ از سر دوش کنده دو دقیقه دندون رو جگر بده بابا، چرتمونو فرمونی همه پروچی ما رفت میمسد. عجب داستانی گیر کردیم ما از دست اینا. بابا یه دقیقه خارون باش خوبه. همون گونه که قوه قضاییه در عرصه ایجاد امنیت اجتماعی قاطعانه عمل میکنه، انتظار دارن مردم همین قاطعیت رو در رابطه با مفسدین اقتصادی ببینن.